سلام، وقت شما بخیر و مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری پنجمین نشست کمیته مشترک قنسولی افغانستان و ایران. دیدار سفیر امارت اسلامی افغانستان در مالزیا با وزیر خارجه برونای. و کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از نیروهای پلیس پاکستانی در دو حمله جداگانه در خیبر پختونخوا. امروز پنجشنبه 25 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. پنجمین نشست کمیته مشترک قنسولی افغانستان و ایران بر ریاست دکتر محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و وحید جلالزاده، معین امور قنسولی وزارت امور خارجه ایران در کابل برگزار شد. وزارت امور خارجه میگوید که در این نشست هیئت دو کشور درباره مشکلات مهاجران افغان، ارائه خدمات قنسولی و دیگر موضوعات مرتبط گفتگو کرده و پیرامون منافع مشترک تبادل نظر کردند. همچنین دو طرف متعهد شدند که به منظور تقویت همکاری‌های قنسولی و تسریع در حل مشکلات موجود، نشست‌های کمیته مشترک را به صورت منظم در آینده نیز ادامه دهند. نقیب الله احمدی سفیر امارت اسلامی افغانستان در مالزیا در جریان سفر رسمیش به برونای در مراسم دینی که به افتخار سلطان حاجی حسن البلقیه پادشاه برونای دارالاسلام برگزار شده بود اشتراک کرد. آقای احمدی در حاشیه این مراسم با شاهزاده عبدالمتین وزیر امور خارجه برونای و شمار مقام‌های این کشور دیدار و درباره روابط دوجانبه میان افغانستان و برونای گفتگو کرد. وزارت امور داخله میگوید که در نتیجه تلاش‌های مسئولان، علمای دینی و بزرگان قومی، دشمنی خونین 40 ساله میان دو خانواده در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پایان یافت. به گفته این وزارت در جریان این دشمنی 9 تن از اعضای دو خانواده جان باخته بودند. در همین حال وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته است که یک دشمنی 49 ساله میان دو خانواده در ولسوالی اسمار در ولایت کنر به دوستی مبدل شده است. و در آخرین خبر، رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که در دو حمله جداگانه در خیبر پختونخوا دست کم 3 پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در نخستین حمله افراد مسلح کاروان نیروهای امنیتی را در دیربالا هدف قرار داده و در نتیجه آن 3 پلیس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ساعات بعد یک موتر مملو از مواد انفجاری به یک حوزه پلیس در شهر بنو حمله کرده که بر اثر آن دست کم 5 پلیس زخمی شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.